سلام دوستان، من با یه پست آموزشی اومدم خدمتتون. میخوام بهتون یاد بدم که یه کارت پستال خیلی خیلی خاص و هنری مختص خودتون درست کنید. با هر طرحی که دلتون خواست اونو طراحی و نقاشیش کنید. این مربع رو اول به صورت قطرهای مربع رو با هم دیگه تا میکنیم. بعد از اینکه قطرها رو تا کردیم باید کل مربع بزرگمون رو به 9 مربع متفاوت تقسیمش کنیم به این شکلی که توی تصویر میبینید. به همراه من تاش بکنید. وقتی که این مربع ها رو تا کردیم تموم شد، از گوشه های مربع به سمت مربع داخلی تاش میکنیم، یعنی مربع کوچیک‌تره که مطابق تصویر میبینید. وقتی این مراحل تموم شد میخوایم این مربع رو ببندیمش. چجوری این کار رو بکنیم؟ از گوشه ها مربع های وسطی به سمت مربع داخل تا می کنیم که در کل گوشه های کاغذ مربع وسطیمون رو پر بکنن و حالت های 3 گوش از مربع بزنه بیرون. مثلث های که از مربع زده بیرون رو تا می کنیم به سمت کار ما تموم شده. بعد لایک و کامنت شما انگیزه من میشه که براتون پست آموزشی بیشتری تولید کنم. مرسی.